Assalomu alaykum va rahmatulloh. Barodarim ahli islom. Avvay kasay xushvaqt ravil alhamdulillah faoliyat ko'rish raftisday. Kasonki davlatlar xorija tani dorin inshaalloh ma dar xizmat hastیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيع ذنوبنا يوم القيامة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم عليه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. شکر بیادت که من انشاءالله من و شما با آخرین انشاءالله آخرین جمعه ماه مبارک شریف رمضان رسیدیم عزیزان من. الحمدلله امشب عرفه خدا خواهد انشاءالله ختم کردن نماز تراویح است، شب 27. الحمدلله با واسطه یاردم الله سبحانه و تعالی و قرآن، یعنی قاریان بلبلان محمدی صلی الله علیه و سلم، ما قرآن ختم شد با آخر رسوندیم. الحمدلله خداوند برای ما شما ترین صحت داد، خاطر جمع و این انشاءالله خدا خواهد درجه عالی ترین که مکافات بهترین انشاءالله خدا خواهد جنت است. الحمدلله سزاوار شدیم و امروز خدا خواهد انشاءالله باز نماز تراویح با آخر میرسانیم. طبق انشاءالله خدا خواهد جناب مفتی نوریدین حاجی الحمدلله روز 30 تسلا روز بازار خدا خواهد انشاءالله، یعنی ماهی یعنی عید می شود الحمدلله پگ عرفه عزیزان من. یعنی این ماه سال رمضان مو یعنی در 27 یعنی 29 توری اومد، یگان جای خطاش نیست. گاه سالا 29 هم میشه خدا خواهد انشاءالله، این یگان هیچی نیست. خدا خواهد اگه سنام باشیم عرفه میکنیم روزی بازار خدا خواهد انشاءالله، یعنی هممون چیکار میکنیم خدا خواهد ایده و خرسنده انشاءالله خدا خواهد پیش باز میگیریم. از این لحظه فرصت بوده عزیزانی من انشاءالله ما شما را انشاءالله خدا خواهد بیان انشاءالله خدا خواهد، یعنی روز عید انشاءالله پدران، مادران، خواهران، دادران انشاءالله و مهمانان گرامی قدر و هموطنان عزیزه و مناسبت انشاءالله فرارسی روز عید مبارک و همچنین خدا خواهد مسافرایی که از وطن دور هستند در سفر هستند انشاءالله و مناسبت این فرارسی عید مبارک تبریک و مبارک باد میگم عزیزان من. و آن خواهان هستیم که از صمیم قلب انشاءالله خدا خواهد دعاگو هستیم و از صمیم قلب انشاءالله ما شما را مبارک باد میکنیم که الله تعالی البته خانه آبادی، تنصیحتی، عمر دراز، خوشی های زندگی و تینجی آسایشتگی در مملکت های ما شما عزیزان من، ریسک و فراوانی و داستارخانی پرناز و پرفیض و پربرکات از یعنی الله سبحانه و تعالی تمنا داریم عزیزان من. و بگذار انشاءالله این سال 2025 الله سبحانه و توفیل انشاءالله این ماه مبارک 11 ماه دیگر شم ماه پرفیض، ماه پربرکات، ماه سیری پریشیدن شدن الله سبحانه و تعالی برای ما شما اله مناسب بگرداند و این روزی عید و روزی شادی برای هر یکی فرد مسلمان اله خداوند خودش مبارک بگرداند عزیزان من. عید مبارک باشد انشاءالله عزیزان من. و این چنین در غزلیات انشاءالله خدا خواهد آوردین که انشاءالله عرفه خیر و خوش این ماه هست. امید میکنیم که الله سبحانه و تعالی البته این ماه وقتی که پرواز میکند از ما و شما نزد الله میرود، فقط یگانه از ما و شما راضی شدگی باشد و الله سبحانه و تعالی چی در این 3 دهه که پر اجر و پر ثواب بود که وعده پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم البته ما و شما را اله خداوند خودش سزاوار بگرداند و به این ماه خیر و خوش گفته آخرین جمعه است و یک
این مصرع های شعری الوداع که نام دارد قرائت میکنیم و با موضوع اساسی انشاءالله خدا خواهد برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ای ماهی مخصوصی خدا، رفتی برون از دستی ما، آیا زی ما هستی ریزا، ماهی مبارک الوداع. ای ماهی مخصوصی خدا، رفتی برون از دستی ما، آیا زی ما هستی ریزا، ماهی مبارک الوداع. کردی تو چو عزمی سفر، ما را نمودی خون جگر، ای همدمی شام و سحر، ای ماهی مبارک الوداع. کردی تو چو عزمی سفر، ما را نمودی خون جگر، ای همدمی شام و سحر، ای ماهی مبارک الوداع. ای معدنی جود و سخا، ای حاجتی حرب نوا، از تو ترابی و دعا، ماهی مبارک الوداع. ای معدنی جود و سخا، ای حاجتی حرب نوا، از تو ترابی و دعا، ماهی مبارک الوداع. رفتی ای ماهی عزیز، کردی محیبان اشک ریز، ای یاری روزی رستاخیز، ماهی مبارک الوداع. رفتی ای ماهی عزیز، کردی محیبان اشک ریز، ای یاری روزی رستاخیز، ماهی مبارک الوداع. ما عاشقی نامی تویم، ما تشنه جامی تویم، ما این به اکرامی تویم، ماهی مبارک الوداع. ما عاشقی نامی تویم، ما تشنه جامی تویم، ما این به اکرامی تویم، ماهی مبارک الوداع. ای ماهی مبارک الوداع. ای منبعی امیدی ما، ای شاهدی روزی جزا، دردی محیبان کن دوا، ماهی مبارک الوداع. ای ماهی ای مایه امید ما، ای شاهدی روزی جزا، دردی محیبان کن دوا، ماهی مبارک الوداع. ای ماهی مخصوصی خدا، رفتی برون از دستی ما، آیا زی ما هستی رضا، ماهی مبارک الوداع. آیا زی ما هستی رضا، ماهی مبارک الوداع، ماهی مبارک الوداع. امید میکنیم که انشاءالله عزیزان من این ماه البته از ما و شما راضی می شود، الحمدلله، و الله سبحانه و تعالی راضی می شود، چون که یک ماه کاملا الحمدلله چی آشکارا چی عاجزانه طاعت کردیم، عبادت کردیم، روزانه و شبانه. البته الله سبحانه و تعالی امید میکنیم که خدا خواهد اجر و مکافات چه خدا خواهد برای ما و شما میدهد. انشاءالله بنده با امید، شیطان ناامید است. خدا خواهد انشاءالله امید داریم که همه ما و شما خدا خواهد
پگاه سر کرده هممون همچی یک از مادر بیگناه الحمدلله به رحمت الهی سزاوار و انشاءالله از آتش دوزخ خلاص شده انشاءالله حیات به سر میبریم دیگه امید داریم. عزیزان من که بدی رمضانم دیگر ماها را حرمت کنیم انشاءالله خدا خواهد، در دیگر ماها گناه ها و دیگر خدا خواهد انشاءالله چیزا را کن آشکار نکنیم. یک ماه باور میکنیم چقدر حرمت عزت دارد که اکثر ما خودداری میکنیم از گناه ها، لیکن بدی این ما با دیگر ماه ها هم حرمت کنیم و باید گناهگار نباشیم، همیشه به طاعت همیشه به عبادت باشیم. کسانی که در این ماه خدا مناسب دید جان به حق تسلیم کردن الحمدلله چندین در دههای خدا خد رحمت، چندین در دههای مغفرت، چندین در دههای اتق من النار برادرها این دنیا را ترک کردن. امید میکنیم که خدا از این دهها بهره مند شو بگردوند و انشاءالله از آتش دوزخ الها خلاص شو بگردانند. آمین و رب العالمین. عزیزان من خدا خواهد نصیب کند روزی بازار عید است، 10 سنتی که انشاءالله خدا خواهد در این روز ما شما اجرا میکنیم به سهم شما عزیزان به حدیث های مبارک انشاءالله میرسانم و طبق انشاءالله مسئله های فقهی یعنی مذهب امام اعظم رحمت الله علیه الحمدلله خدا خواهد یعنی روز عید یک چند مستحبات دارد. عزیزان من بسم الله الرحمن و ندب یوم الفطر ان یأکل و یغتسل و یتطیب و یلبس احسن ثیابه و یؤدی فطرته ثم یخرج الى مصلی. این مستحب است عزیزان من روزی فطر یعنی افقات خوردن پیش نماز برمدن. البته انشاءالله خدا خواهد پیغمبر نازنین یک دو سه خرما میخوردن انشاءالله، یعنی در ماه مبارک شریف رمضان یعنی خورده شکم سیر کرده برمدنش انشاءالله مستحب است عزیزان من. ببینید در یعنی ماه عید خرما باشه چیکار میکنیم خودداری میکنیم تا انشاءالله خدا خواهد نماز ادا کردن. یکی دیگرش و یغتسل یعنی غسل کردن آبازی کردنش هم انشاءالله خدا خواهد چی است مندوب مستحب است عزیزان من. حتی در مسائل فقهی میگن و سن للجمعه والعیدین والاحرام والعرفه. عزیزان من سنت برای نمازهای جمعه آبازی کردن، برای نمازهای عید عزیزان من انشاءالله خدا من و الاحرام کسی که انشاءالله احرام میبندن برای حج و روز عرفه آبازی کردنش عزیزان من انشاءالله طبق مسئله های دینی یعنی سنت است خدا خواهد انشاءالله. البته سحر میخیزین خدا خواهد آبازی بجا بیارین انشاءالله خدا خواهد و یتطیب و عطر زده اومدن هم عزیزان من انشاءالله روز عید چی است انشاءالله سنت است خدا خواهد انشاءالله. روز عید انشاءالله خدا خواهد چونکه پیغمبر نازنین این سه دوست داشتگی است. دی دنیا دوست دارم سه چیز عطر و نماز و زنهای با تمیز میگم پیغمبر نازنین. من از دنیای شما سه چیز دوست میدارم، یکیش چی است عطر زدن انشاءالله خدا خواهد. به نمازهای جمعه با عطر بیاین. اگر که شما مردها عطر زدن تو خدا خواهد در کوچه ها سنت است، باید که شما خوشبوی باشین. از بوی شما خدا خواهد همسایتون، از بوی شما خدا خواهد هم رفیق تو همسرت انشاءالله در شب خامل دیشم در جاگه عطر بزن خدا خواهد خوشبوی که خدا خواهد زیبات برای همسرت تا که همسر دیرش بکشه و در کنارت بداید. رفتار تا دیده گفتار تا دیده بشرت تا دیده دیرش نمونه باید که آرزو میکنی که زنم زیبا باشه و هر روز با یک خوشروگی من پیشواز گیره آت خودت خوشرو شه. برای خوشروگی اجرا کنندن هر یک عمل کردن اول خودت که میگن خودت که کردی و سکسکی انشاءالله همسرت هم عادت میکنه انشاءالله خدا خواهد. عزیزان من خب یلبس احسن ثیاب یعنی بهترین لباس ها را پوشیده بعد عیدگاه اومدن سنت است عزیزان من. یعنی بهترین لباس ها لباسش نو شرط نه همین شوفتگی باشد دزمال کردگی عزیزان من لباس های خوب و بخطی اختیار کنین انشاءالله اختیار کنین. بیرون از نمازم خدا خواهد انشاءالله نمازهای جمعه میایی بهترین لباس ها را پوشیده بیا لباس های بوناک و لباس های که دنیا که همسایت آزار کشد. در اینجا لک لک فرشته ها حضور دارند. حتی پیغمبر نازنین سخن شد دو چیز وقتا که شما آخرین گفت بر مسجد نزدیکی نکنی، یکی چسناک یکی پیاز خوب. برای چی؟ چون که همسایت آزار میکشد.
انشاءالله خدا خواهد فرشته ها آزار میکشد. همین انشاءالله این چیز نه همه چیکار کنیم انشاءالله خدا خواهد اعتبار کنیم این چیز انشاءالله خدا خواهد. خب و یؤدی صدقات الفطری و انشاءالله صدقات فطرش ادا کنیم انشاءالله خدا خواهد تا نماز ادا کنیم. تا نماز ادا کرده انشاءالله بعد بیایید. نه تا نماز مقصد چی است؟ یک بیچاره ها کم بغلا از همین پول شما همون روزی اید خدا خواهد چیکار کند؟ خرسندی کنن، از روی دین انشاءالله شادی کنن خدا خواهد انشاءالله. ببینین بیچاره ها هستن در دیارای ما، شما هر محله ما میدانیم که کیا کم بیزات هستن، کم دستاشون تنوک است، اولا خدا خواهد پگر عرفنده خدا خواهد قسمی بیگاهی براو خدا خواهد همون صدقات فطر و خیرات انشاءالله زکاتات تقسیم کرده بده تا که بیام روز عید چیکار کند دیگشو بجوشد. روز عید فرزندکاش یک 5-10 میبتید خدا خواهد در عیدگاهی خدا خواهد سینتری شیار و یارم خوشبختی کنن منزه کنن. یک چهره یک شاده کودکا این بختی ما هست عزیزانی. ما هم کودک بودیم یک زمانهای آرزو میکردن که پدرامو چیکار کنند عیدی تیاد. باور میکنم دورای شوریم خانه خانه عمکامو میرفتیم. عمک امروز عید است، وقتا تنگه بود 20 و 10 و 5 خدا خواهد بود و باداش میدادن خرسند که عمک ما را چی داد؟ عیدی داد. این سنت است ادامت انشاءالله خدا خواهد. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم این روایت چقدر صحیح است در کتاب چشمم غلطید میگه نماز عید ادا کرد و میگه یکم به زیارت خانه کی رفت؟ بی فاطمه همسرشون زیارت رفتن عزیزانی من، دخترشون. عزیز من خدا خواهد بهترین دوست می داشتن. وقتی که میگه دیده دور مدن امام حسن دیده اومدن دامنی رسول گفتن که بابا جان امروز عید است برای ما عیدیه. ببینید پیغمبر نزدیک عیدی داد میگه بعد یک گوشه خانه رفته دامنش شد گفت خداوندا امروز عید است، امروز روز شادی است. چلی که نبیرگانم از من عیدی پرسیدن منم از عیدی میخوام. خدا میگه جبرئیل که راست پیشی پیغمبر چی میخواهد؟ چی آرزو دارد محمد؟ ما حیاش میکنیم امروز خرسندی است، محمد هم خاطرش شاد میکنم. رسول الله میگه چی میخوای؟ گفت که من میخوام که گناه امتام خدا بخشه. این پیغمبر دولت نپرسید، پول نپرسید، ماشین نپرسید، زنی زیبا نپرسید، بلکه آرزو چی بود؟ امتاش بیگناه از این دنیا به عقبی روند. گفت دادمت پیغمبر شاد باش. شکری به خدا. محمد در روز عید نان نپرسید بلکه چی پرسید؟ الحمدلله از خدا گناه منو تو نپرسید. این شادی است، این خرسندی است عزیزان من در این روز. البته انشاءالله خدا خواهد نبیره هاتون از خانتون بچه ها هستن انشاءالله خدا خواهد چیکار کنین؟ فراوان انشاءالله خدا خواهد برارین. ثم یخرج الی مصلا، بعد از آن ما شما چیکار میکنین؟ به نمازگاه خدا خواهد انشاءالله میایین. ولا يتنفل قبل الصلاه فی المصلا، بعد اومدن در این خدا خواهد نمازگاه نمازهای نفل ممکن نیست عزیزانی من. نمازی نفل نمیخوانیم، فقط سنت ها را میخونین، مین فرض ادا میکنیم و تیاری خدا خواهد بچی انشاءالله خدا خواهد نماز میشویم. نماز نفل خوندن درست نیست انشاءالله خدا خواهد. حتی بعدش هم که پیامبر سلام بعدی نمازم نماز نفل ممکن نبود خدا خواهد. فقط همون دو رکعت نماز عید میخونیم خدا خواهد. و شروط لها شروط الجمعه، شرط کرش دیگه برای همین شرطی نمازهای جمعه. البته لباس با بدنی با میسر شهر اجازت عام و ها کذا چیزایی که تنی سیاحت باشد که سلام نمسا واجب نیست و ها کذا خدا خواهد انشاءالله همون شرایطی که در هوای هست انشاءالله خدا خواهد چیکار میکند؟ انشاءالله خدا خواهد چی میکنند؟ ادا کردنش برای ما و شما انشاءالله شرط و ضرور است. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که انشاءالله خدا خواهد مدینه اومدن اهلی مدینه را دیدن که خدا خواهد انشاءالله یعنی خرسندی دارن. شما گفتن چی خرسندی داره؟ ما گفتن پیغمبر هر سال 2 بار در یعنی فصل بهار و در فصل آمدن زمستان خرسندی میکنیم. پیغمبر اسلام که من همین خرسندی شما را به دیگه خرسندی مبدل میکنم. من قال رسول الله صلی الله علیه و سلم خب المدینه ولهم یومان یلعبون فیهما،
در مدینه میگه دو خرسندی بود که کودکا در وی بازی میکردن از ایمان. فقال ما هذانی یومانی، پیغمبر که این چه دو روزی وی است؟ قالو گفتن کنا نلعب فیها فی جاهلیتی، ما در زمان جاهلیت همین دو روزه خرسندی شادی پیشواز میگیریم انشاءالله خدا، کف کوبی ها میکنیم یا دیگر انشاءالله تبریک میکنیم، مبارکباد میکنیم، خرسندی میکنیم. خب قال رسول الله صلی الله علیه و ان الله قد عدل بها خیرا منهما یوم الاضحى و یوم الفطر. البته خدا گفت در عوض این گفت بدل کرد برای شما از این خرسندی هم بهترین شادی که این گفت عید ضحی و عید فطر است. عزیزان من در اسلام عزیز دو خرسندی است، دو شادی است، یکیش همین عید رمضان و یکی دیگرش عید قربان. الحمدلله. من برای شما اشاره میکنم بیای همین احوال اخمقی ها را پرتایم. اینم جناب مفتی خدا خواهد انشاءالله با ما سلکتر گذرون گفت باید که عید باشد، خرسندی باشد. در روز عید ما شما ماتم میکنیم، چپان میپوشیم، گریه میکنیم، نزد دروازات سلا را مونده. این قبیح بدعت است، نیست در اینجا. عزیز من خدا خواهد انشاءالله یک پدر شاد میگه خیلی درست بیا بره بکاخی دعا کن. سر نگاه که روز عید تمامی زنی به عقل من و تو خدا خواهد بکچونن مزاره، نمازن تا مزار بیایی. و که زنه که امروز خرسندی است. 10 سنت یکیش من حدیثی پیغمبر است از زانی من، 10 سنت یکیش انشاءالله خدا خواهد. یکیش میگه برای اهل و آیلش میگه فراوانی تشکیل کردن. و زنه که امروز دیگمون گو خدا خواهد انشاءالله آشدم که گو امروز روز خرسندی گو روز شادی مسلمان ما 3 روز روزه گرفتیم انشاءالله. همین یک روز خدا برای ما شما پرزدی کرده. همه شرایطاشو پگم بایا که عرفه است خدا خواهد انشاءالله چیزا را خریده خانت بردمون آماده که انشاءالله خدا خواهد تیار شا خدا خواهد انشاءالله. این سنت است. مزار دیدن سنت نیست، گریستن سنت نیست. آدمای مرده دارا دروازه تا محکم کن. شرمندگی است. یکم یانور پرازینگ میکنی، ککای تک میان خدا خواهد پرازینگ میکنی. مسلمان ها را پرازینگش ماتم سلچه کلت نمونده بنده دی بگیجا اجا میدهی چوربانه خودی در عمرت. شرمنده ها ما چکر مسلمانیم بعد ما شما دعوا میکنن مسلمان پرازینگ تا پرازینگ آخی او میبود اگر یکم من میکردمش من روزید ما خدا خواهد با پرازینگ تشکیل میکنیم انشاءالله. خدا خواهد ما میریم یک سائلگاه میریم خدا خواهد میشینیم که میتواند خدا خواهد مرمت فاروخ و ایش تشبوس کنیم خدا خواهد انشاءالله. فوتبال میکنم، من رقص میکنم، بازی میکنم. این خرسندی های برای ما، گریه نیست عزیزی منی. چی زیارت هست همون روز؟ میگه نماز خورده کشیدی پدر مادرک تبرا زیارت که خدا خواهد انشاءالله. پدر نباشد عمک بجای پدره، مادر نباشد خاله بجای مادره. برای میگه بیچاره را خوناش بلند میگه خبر گیر میگه خیر انوایان ده خدا خواهد احسان که الله راضی میشه. یک دلی خدا خواهد شکسته را خرسند که خدا خواهد انشاءالله، چون که الله سبحانه و تعالی دل ما و شما را نظر میکند. حدیث قدسی است ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. میگه خدا شما صورتتون نگاه نمیکنه، مالتون نگاه نمیکنه، بلکه دل شما عمل شما را نگاه میکند. عزیز من انشاءالله خدا خواهد یک دلی به پیوست که خدا خواهد یک دل شاد کرد همون سر خیر احسان که خدا خواهد انشاءالله بتونی برای کودکا و برای خدا خواهد بینواها الله سبحانه و تعالی طبق انشاءالله پیغمبر سنتاش میشه. رسول از مسجد بور مدن میگه دیدن که یک کودک در گوشه راه گریسته است، همه رقص بازی داره. پیش رفتم بچم امروز روز شادی های کف کوبی ها میکردن کودکا، رقص بازی میکردن، پیغمبر من نمیکردن.
خرسند همه کودکا. گفت بچه‌م گفت بدای چی گفت تو امروز خفه هستی؟ امروز خرسندی؟ الله سبحانه و تعالی برای ما یک کمی روز خرسندی دارگی است. گفت پدر ندارم مادر ندارم. چی گفت؟ پدرم گفت مادرم دیگه شوهر کرد و شوهرش من برارده پیش کرد تو در کار نیستی. حالا ما شما هم کنسادیم. ما شما هم بدای دختر میگیفتگیش مگه به چی عیب دارد؟ گفتن بچه هم گفتن من پدرت میشم، عایشه مادرت میشوه، فاطمه اپچت میشوه، امام حسن امام حسن اکد میشوه. چاخش کرد میگه رسول الله خونش بود. عایشه مادر گفت عایشه این بیچاره را سر و تنش بوش و لباساش دیگر کشی کمکش سیر که امروز شادی هست. وقتی که میگه کارا کردن دیده برمد میگه بسیار چهرش خرسند بود، شاد بود. کودکا گفتن حاضر میگریسی در گوشه ایرا چی شد؟ گفتن من پدردار شدم، مادردار شدم، اکا و دادردار اپچه دار شدم، من پیغمبر به فرزندی قبول کرد. این از دین اسلام. این از دین اسلامی عزیز خدا خواهد انشاءالله. خیلی بسیار وفات کرده باشد چی ای باید خدا خواهد شوهرش بداشد بگیریش در نکاحت خدا خواهد انشاءالله به پایش تربیهش کنی خدا خواهد ثواب است کو. پیامبر صلی الله علیه و همه اکثر زنهاش بغیر از عایشه همش 3 تا و 4 تا فرزند داشت. یکم زنشو خدیجه 2 تا فرزند داشت. ام سلمه 4 تا بچه داشت. ببین و بچه هاشو گرفت تربیه کرد کلون کرد. چی زیان میکنی از فرزنگو؟ چی زیان میکنی؟ دست یاره خدا خواهد انشاءالله یاردمت میکنه. با مهرت سرش سینه که یتیم باشد انشاءالله جا جنت است. شیخ سعدی میگن چوبینی یتیمی سر افکنده بیش مده بوسه بر روی فرزندی خیش. بچه یک تا بغل کمند یک کودک یتیم باشد بچه تا در بیش بوسه نکی که دلش آزار نیابی. حتی خدا در سوره زها میگه فاما الیتیم فلا تقهر. ای محمد یتیما را تحقیر نکن، یتیما را بچهش می حقارت مبی. ای محمد اما الیتیم فلا تقهر. نکه گفت حقارت نکن، چشم حقارت نبی. حالا بعضی ناانصاف است که خانش کشیدن گرفته زاده است. آهی وی به من خدا میرسد انشاءالله. آهش دعا میکنه الله میگیرد خدا خواهد. مظلوم دعا ظالم جزاش میتید. یاد نبرد شب بیچاره در کوچه میموند گوشه که تلفاش میبردارد به پروردگار میگد ربنا انا مغلوب فانتصیر. من مغلوب شدم هیچ کس من نگه ندارد در کوچه. چی عالما هستن چی بایا هستن چی قدر گپگزارا هستن امروز نگه نمیکنن منو. براود این ظالم من از خانهش پیش کرد، خانه‌مونو گرفت، درمونو گرفت بے ناموس. خودت با فریاد بده از خدا خواهد الله چپت میکنم خانه درت. خدا خواهد وفاقیت هم نمیکنه مالک است. از خدا بترس خدا خواهد. یتیمار از بین نواها را انشاءالله خدا خواهد چه میشه سرش سیلک این سنتی خیر البشر پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم است. 10 سنتی که گفتیم انشاءالله خدا خواهد همش به حدیث ها وارشدگی است. وقت گنجاش نمیتید من گفتم میگذارم. یکی دیگرش مسواک کردن است از زانی من. دندانا را خوش رو بشویید انشاءالله خدا خواهد. چی باز ابنای پسته چی انشاءالله خدا خواهد مسواک که امروز من حاجیام الحمدلله لگ شده برفت همش مسواک آوردگی هستن. این مسواکتی دائم دندون مسلمان باید که تازه باشد پاک باشد. خدا اینجا چی میبرد؟ سبحان الله الحمدلله الله اکبر میبرد خدا خواهد. یکی دیگرش انشاءالله خدا خواهد یعنی آبازی کردن سنت است عزیزانی من. خوشبوی زدن انشاءالله خدا خواهد سنت است. یکی انشاءالله صدقه فطر ادا کردن عزیزانی من تا نماز ادا کنه خدا خواهد انشاءالله نماند تا نماز خدا خواهد انشاءالله ادا کردن انشاءالله سنت. یکی دیگرش انشاءالله خدا خواهد عزیزانی من خب شبهای نماز عیده به عبادت گذروندن انشاءالله خدا خواهد. خانات نمیتونین یک شب عیده خدا خواهد انشاءالله به طاعت عبادت نخوابیده
انشاءالله به یاد خدا و قرآن تلاوت کردنش هم انشاءالله خدا خواهد عزیزی ما سنت است خدا خواهد انشاءالله. یکی انشاءالله خدا خواهد بنل ایدگاه پیاده اومدنم انشاءالله سنت از زانیم. یعنی به ایدگاه پیاده یعنی تکبیری الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد انشاءالله در نماز عید ضحی آیسته گفته آمدن سنته. آیسته آیسته میگن. نماز خدا خواهد عید قربان بلند بلند گفته به ایدگاه اومدن سنت است عزیزان من. همین تکبیر دائم خدا از خانت برمدی باید آیسته آیسته قدم موند خدا خواهد، بلکه تا این 500 600 متر است همون اجر در نامه اعمال انشاءالله خدا خواهد نیسته میشه انشاءالله خدا خواهد. نه یعنی پیاده برمدن سنت. یکی دیگرش خدا خواهد یعنی برای اهل و عائلش یعنی فراوانی تشکیل کردن عزیزان من. یعنی بهترین خدا خواهد انشاءالله میوجات بخیر، بهترین افقاتا را تشکیل که خدا خواهد انشاءالله. الحمدلله من ما و شما در مسجد دیاری ما و شما کودکای شما راحت میکنن باور میکنه خدا خواهد انشاءالله همون روز الحمدلله. اگر خدا انشاءالله خدا خواهد آفتاب خوب کند آفتاب نقش شود، البته خدا خواهد کودکای ما و شما همچی یک میرم بی غبار به دل صاف برغازگی الله سبحانه و تعالی میکنه، نه که ما کلان سالا کار میکنیم. کلان سالا خدا خواهد خانان رو تشکیل کنه انشاءالله، یا همسین فاستین تشکیل کنه خدا خواهد انشاءالله، یا با عائله تو خدا خواهد و پدر و مادرات تو اگر خدا خواهد حیات باشن قیدی حیات یک جیره شیشتن این روز خدا خواهد انشاءالله چی بایاف داره انشاءالله خدا خواهد باشد در پیش گذاشته یا دیگه تبریک کردن هم سنت است خدا خواهد انشاءالله. دائم عید مبارک باشد خدا خواهد. یک ماه روزه دیشه این خرسندی است. حتی در یک کتاب خواندم انشاءالله وقتی که روز عید می اومده است خدا سبحانه و تعالی میگفت است که این بنده ها مکن برای اجر گرفتنش اومد. یک ماه خدمتی من کرد فرمانی من به جا آورد از ترسی من روزش نخوش شبا را خیامش ترک میکرد. این روز برای اجر اومد این اجرش من میتیم چون که الصوم و انا اجر بهی عز بهی. خدا میگه این روزه برای منه و مکافات این روزه را من خدمتیم. سبحان الله. خدا خواهد از عید باز بگناه خدا خواهد به خانه میگردی و انشاءالله مکافات این روزه جنت است. الله ده یک دروازه دارد. من یک ماه در باشید صحبت کردم این فی الجنت باب یقال له الریان لا یدخلون الا صائما فی شهر رمضان. الله ده یک دروازه ریان دارد اگر روزدارا را همش میخیزارند خدا خواهد همون دروازه دعوت کنه میشه از جا که میخیزی دیده میروی یگان کسی دیگر نمیموند در دروازه و غیر از روزدارانی باشید را که روزه فقط شفاعت میشد ادوکت میشد. از زانی من دو تا ادوکت بازی میکنه روز قیامت. دو ادوکت است بغیر از پیغمبرا عزیزا اولیا شهیدا خدا خواهد شفاعت کردنش با روزه که قرآن شفیع ما شما میشود. الحمدلله همین خدمت ما شما در نزد الله با چی کردیم؟ با داشتن روزه و با قیام ختم کردن قرآن عظیم و شان چیکار کردیم؟ اجرا کردیم. الحمدلله. و میشنم زنهای شما خدا خواهد قرآن را فرادیان گاه ها به من زنگ میزنه دامنا قرآن فرآوردم چیکار کنم؟ میگم خواهر جان خدا خواهد ختم میشه خودت بخون دعا که خدا خواهد انشاءالله. در حقی گذشتگان دعا ملا شرط نیست. این که از کجا رفتن ببینین تا کردیم یک دختر یا نماز زن قرآن بخوانند ملا میبخشیدش میشه. آه ملا چیکار داره؟ و پای وقت نماز تو در دنگاش رفته نیستا نکن باخ الله زمین برای من همین نماز کم نقبول کن ناشم قبولش نگفته چیز نیست. عورت است برای شما عزیز خدا. عورت ازم برای شما خدا خواهد بگو کدامش گو که خواهر جان همین 3 بار اخلاص بخون خدا خواهد انشاءالله. فلق خون ناس خون از سری بقره با سر که شیطانی ملعون میگریسته از سوره خدا خواهد الحمد خون با الف لام خون چون که ختم کل از پایان میشود. 3 بار اخلاص فلق ناس فاتحه بقره آیت الکرسی آمن رسول دو آخری سوره بقره بخون گو خواهری جان مادری جان و در حقی گذشتگان اندوشی دعا کن الله انشاءالله خدا خواهد اجابت میکند. الله شنونده همه مرد و زنه
شما علاهیده نمیشنانه زن نه همه برابر است نزد الله سبحانه و تعالی از روی تقوا و طاعت و عبادت. اگر ان شاء الله خداجو باشم وقت هم شده است عزیزان من، ان شاء الله خداوند فرصتیت با روز عید هم صحبت میشیم ان شاء الله. خدا خواهد این وظیفه‌ای که ما به سهم شما رساندیم ان شاء الله البته اجرا کردن حرکت کنین. میتونین شما در سایت ما دارین. این خدا خواهد امروز این خدا خواهد چیز در خدا خواهد دنیا پرتفته میشود. خدا خواهد میتونیم با از اینم گوش کرده خدا خواهد صدای قرآن دراین ان شاء الله. صدای قرآن ان شاء الله خدا خواهد کانال ما است عزیزان من ان شاء الله. خدا خواهد و چی معویزه هایی که خواهش دارین ان شاء الله 5 سال اینجا معویزه ها داریم میتونین ان شاء الله لحظت بری فقط دعا میکنید خدا خواهد ان شاء الله. ما از شما پول نمیپرسیم، فقط برای رضای خدا میکنیم این صحبت ها را تا اینکه ان شاء الله خدا خواهد مردم از بعض اخلاق های بد و بعض کردارهای نادرست برگردن و رو به خدا و رو به پیغمبر بیارن. این بختی ما شما خدا خواهد. از همین جهت کانال داریم ما، برای یگان چیز دیگر نداریم خدا خواهد ان شاء الله. امید میکنیم که خدا خواهد ان شاء الله از این شما استفاده میبرید خدا خواهد.